خدا و ملائکه و انبیا هر شب جمعه به زیارت امام حسین می آیند. دلیلی که همه به سوی کربلا میان، حتی ملکوت سرازیر میشه، حتی خود خدا به سوی کربلاست. ان الله و ملائکته و انبیاءه یزورون الحسین فی کل لیلة جمعه. همین تک بودنشه. چرا امام زمان میاد زیارت امام حسین؟ چرا حضرت زهرا میاد زیارت امام حسین؟ چرا پیغمبر ها میشن میان هر شب جمعه زیارت امام حسین؟ ما نداریم روح امام حسین. خب اگه زیارت ارواح باشه باید یه شب جمعه امام حسین برن زیارت پیغمبر. اگه خاله بازیه، اگه بدبستونه، اینجوری نیست. هر شب جمعه پیغمبر و امیرالمومنین میان زیارت امام حسین. او تکه، بی‌نظیره. هر شب جمعه خود خدا، ملائکه میان، همه انبیا میان زیارت الحسین. هر شب جمعه پیغمبر و امیرالمومنین میان زیارت امام حسین. او تکه، بی‌نظیره. هر شب جمعه خود خدا، ملائکه میان، همه انبیا میان زیارت الحسین. بینندگان گرامی، ببینید این آخوند افراطی چگونه به ذات اقدس الهی اهانت می کند و می گوید الله عزوجل و ملائکه و انبیاء الهی و رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی رضی الله عنه هر شب جمعه به زیارت حسین رضی الله عنه می آیند و می گوید این زیارت روحی نیست بلکه جسمی است. جای تعجب است که این رافضیان نزول الله عزوجل به آسمان دنیا را که در کتب خود آنها نیز آمده است منکر می شوند و بر اهل سنت خورده می گیرند، ولی خودشان معتقد هستند که الله عزوجل هر شب جمعه به زیارت حسین می آید. آیا اهانتی بالاتر از این به ذات اقدس الهی وجود دارد؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. و کیست ستمکارتر از کسی که بر الله دروغ می‌بندد؟ آنان به پروردگارشان عرضه خواهند شد. آنجاست که شاهدان میگویند اینها همان کسانی هستند که بر پروردگارشان دروغ بستند. آگاه باشید که لعنت و نفرین الله بر ستمکاران است. اما آیا این آخوند این سخنان را از نزد خود میگوید؟ عن یونس ابن ابی وهب القصری قال دخلت المدينة فأتيت أبا عبد الله عليه السلام فقلت جعلت فداك أتيتك ولم أزر أمير المؤمنين عليه السلام. یونس ابن ابی وهب قصری میگوید به خدمت امام صادق رسیدم و عرض کردم فدایت شوم، به خدمت شما آمده ام اما امیر المؤمنین را زیارت نکرده ام. قال بئس ما صنعت لولا أنك من شيعتنا ما نظرت إليك ألا تزور من يزوره الله مع الملائكة ويزوره الأنبياء ويزوره المؤمنون. ایشان فرمودند چه کار بدی کردی، اگر تو از شیعیان ما نمی بودی نگاهت نمی کردم. آیا زیارت نمی کنی کسی را که الله با ملائکه اش و انبیاء و مؤمنان او را زیارت می کنند؟ کافی شیخ کلینی جلد 4 صفحه 580، وسائل الشیعه حر عاملی جلد 14 صفحه 376، بهارالانوار مجلسی جلد 25 صفحه 361. از دید رافضیان الله عزوجل همراه با ملائکه به زیارت قبر ائمه بزرگوار می آید، گاهی به زیارت قبر حسین و گاهی به زیارت قبر علی. و این آخوند میگوید امام حسین تک است
و رسول الله صلی الله علیه و سلم به زیارت ایشان می آید، نه اینکه ایشان به زیارت رسول الله صلی الله علیه و سلم بروند. یعنی مقام و منزلت امام حسین در نزد این رافضیان از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیز بالاتر است و به جای آنکه حسین به دیدن پیامبر برود، پیامبر صلی الله علیه و سلم به دیدن حسین می آید. و نه تنها این، بلکه این رافضیان معتقدند الله عزوجل برای حسین روضه‌خوانی می کند. روز عاشورا، جریان عاشورا گذشت، حضرت شهید شدن، اهل بیتشون، برادرها، فرزندها، اصحاب شهید شدن. مقام ظهور بیشتر پیدا کرد. اگر نه از قبل از اینکه خدا کون را خلق کنه برای حضرت سید الشهدا، خدای تبارک و تعالی به جبرائیل امر فرموده برو روضه بخوان. خود خدای تبارک و تعالی روضه خوانده. خود خدای تبارک و تعالی روضه خوانده. اگر نه از قبل از اینکه خدا کون را خلق کنه برای حضرت سید الشهدا، خدای تبارک و تعالی به جبرائیل امر فرموده برو روضه بخوان. خود خدای تبارک و تعالی روضه خوانده. قضاوت با شماست.